Assalomu alaykum do'stoni aziz va arjmand, muxlison, havodaroni barnomai یک پیۆلە چای و طبی خوش و گوارا. اینا قسمت دومین برنامه ما در عرفه سال نوی میلادی. عزیزان، آیا شما همین آرزویی که در دل داشتید به همین آرزوی خود در این سال رفته ایستاده رسیدید؟ به مقصد رسیدید یا نیست؟ سوال به شما. چی میگویید؟ به فکرم نه. راه افتاده نمیشویم. البته دوستان عزیز و ارجمند، انا همین کووید جان به همه چیز خلال رسانید. من باوری کامل دارم که در سال 2021 البته با اون نقشه ها، با اون نیت هایی که شما در دل دارید البته میرسید و ما هم میرسیم. البته زیغ میشه، صنعتکار زیغ میشه، چون چاره‌بینی های فرهنگی با سبب پاندمی منع کرده شدن و جمع گردیدن عامه ممکن نیست. بنابراین ما نیز به شما زیغ شدیم. یا کافته رویم میشمویم. لیکن خروج همه جا با یخ جیغ میزند اون طرف ها با من خیلی بفکرم. لیکن به هر حال این یگانه سالی است که به گمان من همه سرجم نشده شده است. لیکن از سال آینده البته همه ما و شما سرجم میشیم، مثل پیشتر خوشنودی و خرسندی میکنیم. خب بابای برفی و برفک اینها رمز سال نو هستند. ارچه این رمز سال نو است. خب دوستان عزیز، سال نو میلادی میگیم. سال نو آمده ایستاده. از سال رفته ایستاده سال موش، کلام موش. سال آمده ایستاده سال بوقا میگویند. موپا. با گمانم سالی بهترین نشود. خب در تاجیکستان ما خانه های زمیناکی هست، بسیار آشیانه هست. نفرانی در خانه های زمیناکی زندگی میکنند، نفرانی دیگر در سکسیه ها، یعنی که در بسیار آشیانه ها. بعضی خوشبخت ها هستند که هم اینجا زندگی میکنند هم اونجا زندگی میکنند. دوستان عزیز، همین خوشبختی هم هستند. و من گپ در سری چی؟ گپ در سری زندگی و هانی، گپ در سری دیگر چیز. درباره خانه بسیار آشیانه. یک روز یک نفر زادروزش قید کرده است. یه موسیقی بلند ماندگی نیمی خانه همین گپ جمله شده است. خلاصی گپ تا ساعت یکی شب همین موسیقی بلند. تلفن میشد خانه همون صاحبی جشن بود. تلفن هم تو گرفت. گوش کنید تا یا موسیقیاتون رو خونداریتون یا از میلیتسیا به خبر میتیم. گفتم این آدمم گوش کنید، معقول باشد همین، معقول نباشد اینجا کوچه دیگه کوچه با. گفتم با آوازی و آدم آمده است. من دیگه کوچه تلفن کراستیم. مرز. دوستان، هر یکی ما و شما ممکن یگان دوستا ما هست که موی سرش جنگله. برای اون نفرانی که موی سرشون جنگله، این لطیفه گفته میدیم. ممکن در فدراسیون روسیه هم خیلی بین تاجیک‌ها موی جنگله ها هستن که این مخصوص برای شما در عرفه سال نو یا لطیفه تقدیم. خلاص یک موی جنگله، مویش هم خیلی جنگله سرتراش با آمده است. سرتراش هم مرامت بیایید، چیکار کنند نکن؟ کمتر پاس کنید تو دست. خوب شده است، مرامت چنید. دارم همون پیش بنده کوشه بسته شروع کرده قایچه گرفته. سرتراش مردم بسیار سرگرم میشد. آخه تینجی کارا زور، سلامتی ها چطور؟ اهل عائله چطور؟ میخوانید، کار میکنید؟ بیگاهی ها چیکار میکنید؟ یکم فوتبالیست باید نشما گفته گابز گوید. یک وقت این بچه پیخست کند که سرتراش آرام خود دیگه یگم کس نبوده گوید. اون تو گشته نگاه کند، حالگی سرتراش گوید بالی سری این با یک چیزی که گویلی کلانه این خیلی کری شده است. اکا میبخشید چه کار است شما؟ گفتم این مگنیدو که قایچی در نی مونده گم شد. دوستان، باز در کوچه های شهر مثلا گریم امروز ها یک پدیده چی گویم، پدیده که نمیفورده. بچه‌ها ورق به یاردم تیتام. من گابزده نمیتونم گفتگی میخوام میقپنو میخکر پیش آینی باشه تا میخکر آمده میستاده اینجا بنوشتگی من گابزده نمیتونم یاردم کنیتام پول تیتام نمیخوام یک دخترکام بعد اسمینه ژگولیشون که آمده است سویتفار بیستن یک تاش آمده همین آینی لبوای با همون هم تو کارم آمده است. دخترم وای خونده هر بیچاره گابزده نمیتونست است میگفته سوار شو ماشین به سوار شو. گفتم وای آمده ماشین به سوار شده است. چپا گشته های کرد. باز دکتر خانه میریم خدا خواهد درست میشه. گفته دکتر با برده گوید یک دم بعد جوی همون ملایمش به اوکالی سخت زنم وای حالگی به بچه این خیلی کاغذ دارم گفت شد پگه میبی حرفی بی می آموزیم همین خیلی 39 بار بچه‌م نقشتم برو چکره چکیدن گیرد زلفاش خمیدن گیرد یک پیاله چای ما هر هفته شدن گیرد چکره چکیدن گیرد زلفاش خمیدن گیرد دوست و دشمن و مخلص تماشا کردن گیرد. این برنامه یک پیاله چای تقدیم از کانال пайки суғд. لایک میجقید کایک میجقید کاری شما. اینا
як дар арафаи соли нав ҳастанд ронандаҳое ки ба роҳи дур мераванд, раҳсипор ҳастанд, далинабойшик мегӯянд. Якташа мехел рафте шудааст дар сари раҳ якта ошхона дида мондааст. Биё дар омада як пиёла чой хӯрам, сони роҳ ҳама давом метиҳам гуфта. Ҳамин назди ҳамон ошхона ба наздик шавад, як зани тақрибан 50-55 сола биёед дукоҷон, биёед марамат кунед. Дар омадааст. Палтоҳоша кашида обехтагӣ, шафёрам, секин рафта сари миз башидааст. Пешхизмат гӯяд ҳоланги занак омадааст. Биёед дукоҷон, хуш омадед ба ошхонаи мо. Гуфтамонад мебахшед холаҷон, ман фаҳмидам ки шумо назирам ба инҷоба директор пешхизмата даъват кунед. Гуфтамонад пешхизмат ман. چی خیر؟ هم دیرکتور و هم پیشخدمت بود. یه هم قراول من، هم آشپز من. فهمم. من میخواستم که یگان چی گوشتی باشد. گوشتی چی باشد؟ گوسفند تایی میگوید. گوسفند نیست تو کجا؟ نباشد گاو کتی یگان گوشتی گاو کتی. گوشتی گاو هم نیست. نباشد کنایه مرغ کتی یگان چی میگوید. مرغ هم نیست. یکم با یگان سویو قسمی سویو هم نیست. گفتم اون دیگه وای مرد که شفیرم بید مونیت چیتون آب دست کو من اینجا میرم پالتومو بیارید گفت پالتو هم نیست تو کو. دوستان یک تا میخوام طرفخانه با منم در آمدم راستی گپ لطیفه از حیات میگیرن میگن که راست بودست باور کنید یا تا نان آوردمان نان کمتر آبش گریختگی ما اسفرگی ها آبش گریختگی میگیم این نانی کمتر قاختر سخت‌تر ده بعد من پیش خدمت گفتم خواهر جان اینجا بیایید این نانتون سخت کو کجا گفتم من میگم اگه مقیمجان میبخشید من یک هفته باز آدمی نو من یک هفته باز کارکراسیم یک واقعه دیگر درباره بازار ولسیپد فروشی یک پیرمرد برای یک نبیرم ولسیپد گیرم گفت آمده چند پول ولسیپد گفتم اون دیگر وای ولسیپد فروشم 3000 گفت است ایه 3000 من گاوی جوشایی میخرم گفتم اون ولسیپد فروشم اون طرف شدن امک جان گاوی جوشاییتون سوار شده شهر با برویده رسا آدم میخندد گفتم اون وای سفیدم و کجا میخندد من نمیدونم لیکن ولسیپد جوشم اگر البته میخندد این بازارچی که شدی فروشنده که شدی سخن به بای شدن در کار دسته من بازار پنجشنبه برفتم میدونی تو می ماندارینچا و هایکو همین سالی نو پیدا میشد و گشته نیست میشد هوای یک کیلوش چند پول گفتم 55 سوم میگفت من گفتم چی به این 55 سوم گفتم فروشنده گپ زوریشه ببینید اکا جان این کرونا ویروس نیست میکند گفت یک کیلو خریدم دورو این گفت یک کیلو خریدم خونه بردم بچه کا خورد خلاص پگاه بیام همون بچه ماندارین فروش بانان فروخت من گفتم اول دوره تمام شد میگم گفتم اونم یک گپ زد قویل من نوشته ام موندگی اینجا بعد میگه که اکا جانم بانان گیرید به خانه کووید این میرانه است گپ بزرگی رفیق قویل شدم من بسیار خواهش دارم از فروشنده ها بگذار بارشون همیشه فروش برود لیکن نرخم ارزان کنی از خاطر نبرارن باور کنید فصل زمستان عید مثلا گیریم کودکا با یک چی گرفتن در کار شما نرخ قیمت کردی شنیدگا من نمیدونم چی میشد لیکن البته تحفه‌های سالی نوی البته آماده میکنیم ما کلان سالا برای بچه‌ها برای کودکان عزیزان دل سال رفته ایستاده بغیر از همین پاندمی و بغیر از همین یک کارهای چی گویم نوش‌های هم گویم این کارهایی که مثلا گیریم نرخ بالا روی نرخ و نوا مثلا گیریم جنجال بیمارخانه ها بغیر از همین باز دیگر سال 2020 یک سالی بود که دو تا 20 بود 20 باز یک سالی بود که مثلا بر خانه سوخته کووید جان یک ساله شد من گمان میکنم که هیچ گوش و میت هم نبودگی کارا شد دهنه همه محکم کردگی میگردن یک جا شوهرش زنش به تلفن کراست زنک من مغازه با آمدم چی گیرم؟ گفتم زنشم شما نقاب پوشتگی میفته است ها گفت کاسه بدارید کاسه مردک جان گفته است کارا ببینید عزیزان بانک بگاهی فراش حلیمه خاله شسته استادیانو رئیسی بانک هم اساس خریدار کردی رئیس جان یک دقیقه ای خاله جان خاله حلیمه‌اش ما درست نظم تنظیم چه خدمت کنیم گفتم عرفی سالی نو کو بچه جان میبخشید همون خزینه هایکو همونجا کلچی میتیتام من همونجا تازه کرمانه گفتم وای رئیسی بانکم وای میکرد یش ما سی بسید اونجا به 3 تا کلید در کو من معاونش اونجا خزینه اونجا بودو بایوف تماش اونجا نه تا 3 تا کلید یک تا نشود اونجا شوده نمیشد و انگلیس که زمان گفتم این زنه کم با
من شپیلکی موام کتی یک دو ساعت جمعیده کشادم هر بیگانی میکشام اونجای میشوامو امروز کلیته گیرم میگفته بودم بخشید گفته ساتیلشون رو برداشته برفتیان رئیسی بانک حیران زمانهای پیش دوستان عزیز تماشاگران گرامی قدر بودن آدمانی که کار حل میکنن همون وقت اگر فهمیدگر شناسشای کار حل میکند میفتن حاضر باشد اگر آدمای پولدار کار حل میکند اگر هم تو پایخواست کرده بیاید اگر همون آدما همین آدما دیگه یک نفر از من میپرسد که مقیم جان شما دیت میکنید میگفته اوی رفیقا دیتی من میکرگی یگان کس نمیکند میدونید چه دیت من آبی شوربای مرغی کلتکچه های خیتایی کتی میخورم چه البته سال نوی میلادی باز در قسمای حربی هم چی قید میکنن افسرها یک سرژانت قطار کرده افسرها درس گذاشته است نگاه کنید رفیق افسر را دستی من به سنگ همین سنگ نگاه کنید غراندم آمده افتید زمین بافتید خاک بافتید این چی معنیش گفتم افسری هم همه حیران این قوه عمومی جاذبه کشش زمین فهمامی آمده چی زمین به می افتاد گفتم حتی محمدانو افسر بود است عقبت ایستاده عقبتی افسر ایستاده اگر همین آب به افتاد چی رفیق سرجان گفتم این خیلی آب به افتاد این درس قشنهای بحری به می آموزم فهمامی آرام یک پیرمرد سن سال مبارک 80 برسیدن 10 تا فرزندشون بود است یه روز پیرزن جیغ زد یا اینجا بیا پیرزن لبای اینجا شین همین 10 تا فرزند هر دما دنیا باوردیم گفتم ها داداش ها همین یک تا سوال من خفه نشم بینید با کوبک نشود لامپوشکی کم مصرف باید بینید ورم نکنند هم تو پرسیدن عیبش نگفتگی ها پرسید چیزی همه پرسید همین 10 هم پسرامو این قدم من به همین مامونا نیدی انی من نیام گفتم زنکم اوف اکو انمینش علیق انی شما همین عرفه سال نو حرکت کنید که تنتان ساخو سالم باشد یگان جای تنتان اگر درد کرده است دلتان هم نمیگنجد یک مردک همین جدا آدمی سخت بوده است همین وای دندانش در کردگی رفیقی نقضش رفتیم همون دندانم کنانده بیمفته است و رفیقش هم رفتیم گفته آمدیم پیش دکتر بود در آمدن بعد سلام علیکم دکترم و علیکم سلام شما دیپلمتان همین طبی دکتر حیران این سوال ها گفتم باباهای چند خواندگی بخشنده دانشگاه چی بپرسید 5 کتی گوش کنید تجربه آموزی ها و پرکتیکا ها میرفتید می این گپا چیه که میرفتم نقض میرفتید می میرفتم خودتون هم همین تجربه ها اشتراک میکردید می اشتراک میکردم گفتم نباشد دندانم کنید گفته است دکترم اکو دیده است که همیشه آدمی سخت مرحمت گفته و آدم استول بشینونده استول آشنا اکو دکتری دنداننده این خیلی پاچکش کسی کنه میبرد کو همیشه گوشتا بشینونده اینا کی گفت اینا رفیقم اینا گفتن رفیقتون که دو دهن گپ زنم گفته وای طرف برآورده چفته است اکا جان اینا آشنا تو میکسل گفت ها من این سوزه نگیرید من وقتی که انبارچه میبرم وقتی کانسگینش رو بنیا کنه اون تو میکنم همون سوزن جای ملایمشون به زدم مونه درد نمیفهمم گفته است آشناشو معقول شده کو اومده قفاش بسوده است خلاص همین انبارچه برده سیکی نمیکنه هم تو چشمکی زند و یعنی دنگی دندونا کنده است هم تو که نشون داده اکا جان چطور درد فهمیدید درد نفهمیدید افتاد و هم دندونا قاپیدگی درد نفهمیدم یک چیز به حیران شدم ریشی دندان به حیران من تا کجاهای میرفتن عرفه سال نو مردم همه داوتوز یک گدای میلیسیونر قاپیده شوبه باوردن میدونید می کارتون چه خیلی یا تا آدمی مثلا گریم مهمان بیاد شهر با آبروی شهر میرزنه شما گفته گپ زنن گدای من هم تو کشت است جریمه شما 300 تومان گدای هم کیسه گفته 200 تومان یه روزه کارم 200 تومان دیگه نیست گفته من چه میکنیم اینا 300 تومان جریمه این 200 تومان شاید گفته من اون طرف انگیشم یه بار دیگه جواب تیه 14 بیاد گفته 3 نفر صاحب کار عرفه سال نو گفتن که مصلحت کرده آشناها بیایتون همین بیزنسی من همشه یکته میکنیم یکته بیزنسی کلام میکنیم همه راضی شدگی
тарабхона ба омада нишастиян об зиёфат ҳамин вайба бахшида ба ҳамин корашон об зиёфат хушрӯ ҳамаш нағз якташ ма хотирам буромад ма хазини пул сейфа маҳкам накардиам гуфтам дага аташ чӣ гуфтааст парешон нашав секас ҳамин ҷанда ку дӯстони азиз мухлисон ҳаводорони барномаи як пиёла чой ин буд барномаи имрӯзаи мо ва ман боварии комил дорам ки азизон ба ҳамаи шумо барномаи мо писанд омад ва ҳар яки шумоёни азиз ақлан камтар бошад ҳам таби нозуки хешро шод карда бошед мо низ сара мо ба осмон мерасад. албатта имрӯз мо тасмим гирифтаем ки баҳри хотири шумоён як бо ёрдами дӯстамо нодирбек ана ҳамин як зебогиҳоро инҷо тайёр кардааст омода кардааст. албатта кӯшиш ба харҷ додем каме бошад ҳам дар ин арафаи соли нав каме бошад ҳам таби нозуки шумо хуш бошад азизон. боварии комил дорам дар рафти соли нав гӯем дар шаби соли нав боз дида ба дидаи якдигар мерасем ва боварии комил дорам ки шумоён албатта барномаҳои нав ба нави як пиёла чои моро интизор мешавед. азизони дил ягон таманниёти хеш бошад ягон хоҳиш бошад ягон орзу дошта бошед ҳатман зери видеои мо шарҳи худро гузоред лайк монед кайк монед фарқаш не азизон мо дар хизмати шумо ҳастем. хонаобод тансиҳат ва ҳамеша болабони пур аз ханда бошед. хайр.